دکتر عزیز، خدا رو شکر برای وجود شما. بفرمایید. خیلی متشکرم. همطور که بعد رو میگفتن، همگی به خانه خداوند خوش آمدیم و در این پرستش و شکرگزاری با هم مشارکت داریم. بردارمید قسمتی از کلام خدا رو برای ما قرائت کردن. شما از انجیل متی قرائت کردید، از انجیل لوقا؟ از انجیل لوقا. بسیار عالی. رفتن زنان به سر خاک. من با یک جمله، ببخشید، با یک کلمه شروع میکنم، اونم چرا. تو این 48 سالی که خداوند رو خدمت میکنم، اولین باره دارم راجع به چرا صحبت میکنم. چرا بعضی اتفاقات در این روز افتاد که نباید میافتاد؟ چرا باید زنان صبح کله سحر سر خاک میرفتند و بعد با خودشون حنوط میبردن و عطریا تا جسد مسیح را دوباره تطهیم بکنن؟ چرا باید سر خاک میرفتند و بعد در راه به این فکر باشند که این سنگ سنگین را کی برای ما خواهد غلطانید تا ما جسد مسیح را ببینیم؟ چرا باید میرفتند برای دیدن جسد مسیح؟ چرا باید تومای رسول میایستاد از دور و میگفت تا من نبینم و انگشت خود را در جای زخمای او قرار ندهم باور نخواهم کرد؟ چرا وقتی که پتروس و یوحنا دوان رفتن به سر قبر و از قبر خالی را دیدن، کفن گذاشته، دستمال یه جایی دیگری در ته قبر نهاده شده، بعد آمدن بیرون رفتن دنبال کار خودشون؟ چرا باید این چراها در کتاب مقدس به وجود میاد؟ من میخوام امروز تفکر شما را، فکر شما را به این مبارزه بطلبم که ما این جرأت را بکنیم چراها را سوال بکنیم. چرا چنین اتفاق افتاد؟ چرا؟ برمیگردیم به اولین نکته. چرا زنان به سر خاک رفتن یا بر مزار مسیح رفتن در روز سوم؟ چرا باید این کار میشد؟ من یادم میاد حدود 25 سال پیش که ارومیه خدمت میکردیم، نمیدونم چند نفر از شما راجع به ارومیه شنیدید؟ خیلی عالی. ارومیه 625 تا کلیسا داره در کل استان آذربایجان غربی. 625 کلیسا هست. یک کلیسای 2 متر در 2 متر وجود داره در سمت بند ارومیه است. مثل تهران در بندر ارومیه هم برای خودش یه جای زیبای تفریحی داره به نام بند. چند تا روستا هست که یکی از روستاها آخرش میخوره به روستای سیر که مکان بسیاری از میسیونرهای خارجی اونجا بوده و قبر خیلی از میسیونرها در اون روستای سیر قرار دارد. قبل از اونم یک روستایی است به نام روستای سرگیس، معروفه چون یکی از قدیسین مسیحی اونجا خاک شده و مردم برای زیارت میرن. قبل از اینکه به اونجا برسیم چند تا روستا هست، اما در مسیر روستایی روستای جالبی است. نمیدونم چند نفر شما اسم جان وسلی رو شنیدید؟ یکی از مبشرین قرن 18 که اسمش تا به ارومیه رفته و یکی از روستاها به نام ایشونه، جان وسلی لو. اما قبل از اینکه به اون روستا برسی، این کلیسای 2 متر در 2 متر معروف به کلیسای حضرت مریم. اتفاق عجیب این افتاد که این کلیسا رو که اونجا بود، عکس مریم روی دیوار افتاد. اگه بگم بیش از 100,000 نفر
برای رفتن و دیدن، یا کلمه زیارت رو بگم راحت تره، رفتن برای اونجا ببینن چه خبره. بعد خیلی از اعضای کلیسای منم میگفتن برادر شما نمیری؟ گفتم اگه شما رفتی میموندم بگن آره یا نه. نباید بریم؟ گفتم جدی رفتید؟ آره رفتیم دیدیم، خیلی هم جالبه. شما نمیری؟ گفتم چرا برم؟ یه دلیل به من بدید که من برم اون عکس مریم رو که اونجا رو دیوار افتاده ببینم. حالا دلیل منطق هستن خیلی چیزا که دیگه من به اون نمیپردازم. بعد بر تعجب من یکی از تهران، یکی از رهبران کلیسای ایران زنگ زد، گفت برادر یکم از اون عکس مریم روی دیوار برای ما تعریف کن. گفتم شما؟ گفت یه چیه؟ گفتم خجالت نمیکشی مرد مومن؟ تو اینجور خرافات رو داری باور میکنی؟ حالا یک عکسی هم بگیر برای ما بفرست. گفتم به عضو بدتر از گناه شد. چرا؟ اگر من به عمق کلام پی برده باشم به اون چرا جواب دارم. اگر این زنان این کلمه خیلی ساده عیسی مسیح رو که در انجیل متی باب 16 خیلی ساده و صادقانه عیسی مسیح گفت در انجیل متی باب 16، من این آیه رو براتون میخونم ببینید. اگر این آیه مد نظرشون بود دیگه اینا سر خاک نمیرفتن. در انجیل متی باب 16 و برای ما ایمانداران امروز درسی خواهد بود که ما کلام رو که باور میکنیم خیلی حرکت ها رو انجام نخواهیم داد، خیلی کارها نخواهیم داد. مسیح در انجیل متی باب 16 آیه 21 میفرماید از اون زمان عیسی به شاگردان خود خبر دادن آغاز کرد که رفتن او به اورشلیم و زحمت بسیار کشیدن از مشایخ و رؤسای کهنه و کاتبان، و بعد میگوید چی؟ کشته شدن و در روز سوم چی؟ برخاستن. ضروری است. شنیدن اما چی شد؟ بلند شدن، دست از پا دراز رفتن. ما خیلی وقتا کلام رو میشنویم، خیلی وقتا کلام رو میخوانیم، خیلی کلام ساده و روشن با ما صحبت میکنه، اما انگار که نخواندیم، مطالعه نکردیم. این زنان انگار اصلا توی جریان نبودن که این گفته من چیکار میکنم؟ روز سوم قیام خواهم کرد، پس مطمئنن که من با قبر خالی رو برو خواهم بود. مطمئنن جسدی در قبر نخواهد بود، چون قبلا چی گفته؟ من خواهم برخاست. اینجا نکته بسیار حساسی وجود دارد، اونم این است که ما چطور میتوانیم حقایق رو از غیر حقایق تشخیص بدیم. این زنان به طور معمول باید حقانیت را میشناختند. ما امروز در تاریخی که درش زندگی میکنیم حقایق رو در خیلی وقتا در زندگی افراد میجوییم. ببینید طرز تفکر من، پیروی از مکتب من نشان دهنده شخصیت و تفکرات منه. ما مثلا برای مثال میخواهیم بگوییم راجع به مکتب کمونیسم، مکتب بسیار خوبی است، اما وقتی که به اصالتش بریم که این اصالت همزیستی، برادرزیستی از کجا نشأت گرفته شده است؟ از هیچ جا جز کتاب انجیل عیسی مسیح اعمال رسولان که شاگردان و کلیسا با یکدیگر میزیستند، همه چیز را با هم تقسیم میکردند. بنیادش اونجاست. اگر شما به این مکتب نگاه کنید، شما اگر به مکتب هندویسم نگاه کنید، میخواد روش مطالعه کنید، باید برید شما زندگی 750,000 خدایان متفاوت هندو رو چکار کنید؟ مطالعه میکنید. 750,000 نفر. یکی سخن جالبی گفت کرد هندوستان توی اقیانوس قطع بشه دیگه ما هیچ هندویی در دنیا نداریم. مکتب توسط پیروانش بیان می شود
راهروانش نشان میدن که چه مکتبی را، چه آیینی را پی میگیرن. و اینجا برای من خیلی عجیبه چطور میشود این زنان صبح کله سر، در حالی که میدونم مسیح از مردگان برخاسته است، اما سر قبر میگیرن. حتی ما این مسیحیان خیلی وقتا که ایمان داریم، خیلی وقتا دچار ایذا و اذیت خودمون میشویم، خیلی وقتا به بیچارگی و تنهایی خودمون میرسیم، در حالی که به ما وعده آرامش داده شده است. وقتی که عیسی مسیح فرمود بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم بخشید، این را برای خوشخوشان من گفت یا اینکه حقیقتا این را گفت؟ چند نفر نو باور داریم؟ همه باور داریم. پس در هر شرایطی من چی باور دارم؟ که در آرامش کی هستم؟ خداوند هستم. این خیلی ساده است. برای همین ما باید وقتی که کلام را میخوانیم به دقت بخوانیم، به دقت نگاه کنیم که این کلام چه میگوید. عیسی مسیح در رفتارش چجوری صحبت میکند وقتی که میگوید شما نمک جهانی. نمک یعنی چی؟ مزه. دیگه چی؟ ضد فلو کننده، ضد یخ هم هست. خصوصیات بارز خودشو داره. اما نمک استخوان‌بندی بدن را تشکیل میدهد. بهترین کلسیومه. کمبود نمک شکستگی استخوان‌بندی زندگی انسانه. نمک روحانی استخوان‌بندی زندگی روحانی من و شماست. وقتی که میگوید شما نمک جهانی، به ما میگوید و ما باید این اندیشه رو داشته باشیم. وقتی که میگوییم از مسیح پیروی میکنیم، باید تمامی حقایق رو که مسیح گفته است اونها رو چیکار کنیم؟ پیروی کنیم. من باور کنید اگر جای این زنا بودم سر قبر نمیرفتم. نمیدونم شما چه فکر میکردید. با تفکراتی که الان دارم، با شناختی که الان پیدا کردم، این اون چیزیست که وقتی که ما تجزیه تحلیل میکنیم تازه میفهمیم که چه چیزی در دست داریم. من برای همین در ایران که بودیم کتاب مقدس رو به بچه‌ها میدادم، میگفتم حتما بخوانید، حتما مطالعه بکنید، بعد هر چقدر میتونید ایراد بگیرید لطفا ایراد بگیرید. این کتاب برای مطالعه کردنه، برای زیر رو کردنه، برای تحقیق و تفحص، برای بررسی کردنه، برای زیر سوال بردنه. ما خودمون در الهیات مسیحی 2 انتقاد خیلی بزرگ داریم. بهش میگن انتقاد بزرگ، انتقاد کوچک، higher criticism, lower criticism. شما باید حتما از این کتاب ایراد بگیری، حتما باید از این کتاب انتقاد بکنی. همینجوری الکی نیست که من بگم پیرو چی شدم؟ مسیح شدم. این اون چیزیست که ما باید مطالعه داشته باشیم. و این زنان اگر واقعا میاندیشیدند سر قبر نمیرفتن، فکر نکردن به چیزی که شنیده بودن. نکته دومی که وجود داره باورهایی هستن که خیلی عجیبن، باورهای خودساخته. ما خودمون برای خودمون باورهایی میسازیم و بر حسب این باورها چیکار میکنیم؟ زندگی میکنیم. حتی در مسیحیت چند وقت پیش دیدم تو اخبار شنیدید تو یکی از کشورهای آفریقایی چند نفر اونقدر گرسنگی کشیدن که از گرسنگیشون مردن، چون شبان کلیسا گفته بود برای مسیح گرسنگی بکشید به بهشت خواهید رفت. اونم اونقدر گرسنگی کشیدن چی شدن؟ مردن، به بهشت. یا چند سال پیش در ژاپن بود، یکی از این کشیشان اونجا خودکشی رو تشویق کرد. خودتون رو بکشید برید به مسیح برسید. این مکاتب رو از کجا باید در بیاریم؟ من بدونم که این مکتب درسته یا درست نیست. این که این شبانی رو میگه این چیه، اون رو میگه چی هست. این حقایق اینجاست. وقتی که ما به حقایق نگاه میکنیم، نه حقایق خود ساخته،
من در تهران که بودم اومدم تغییراتی رو در کلیسا به وجود بیارم. ما در 2000 سال بعد از قیام عیسی مسیح کل مسیحیان روزای یکشنبه صبح برای کلیسا میرن برای عبادت. در ایران کاملا برعکسه. به خاطر وجود آمدن اسلام تعطیلات در ایران جمعه و پنجشنبه است. شنبه یکشنبه روز کاری است. حالا مسیحیان هر روز یکشنبه میرن کجا؟ کلیسا. اونم صبح. فکر میکنید چه جماعتی میره کلیسا یکشنبه صبح؟ فقط زنان و مردان مسن و بازنشسته. دانشجوها، دانش آموزها، کارمندا همشون کجا؟ سر کاره. اما وقتی که من آمدم گفتم عزیزان یک فکری دارم، ایده‌ای دارم، گفتم بفرمایید. گفتم من میخوام یک شنبه صبح جلسه دعا رو تعطیل کنم بیارم برای یک شنبه بعد از ظهر. یعنی کاش که نمیگفتم. خیلی پرو بودم، کچلم نکردم. 2000 سال ما داریم اینجوری عبادت میکنیم. تو میخوای این سنت ما رو از بین ببری. سنت خود ساخته است. خود برای خود درست کردی. کدوم یکی مهمه؟ نجات جانان، نجات شوهرت، نجات پسرت، نجات دخترت، نجات عروست، نجات همسایت، کدوم یکی مهمه؟ اگر اون مهم باشه ما میتونیم پس یک شنبه صبح رو بیاریم به یک شنبه بعد از ظهر. یک سری سنن، یک سری سنت ها باعث میشه که ما از کلام خداوند دور بشیم. فرد سخن جالبی گفت که این آقای مرتازی که روی زغال داغ را میره، سوال بکن از این استیو هاوکینز چرا پس روی صندلی چرخدار نشسته اگر اون به خدای ایمان نداره؟ چرا اما این به خدای خودش ایمان داره روی زغال داغ چی کار میکنه؟ راه میره. عقاید خود ساخته، تفکرهای خود ساخته، دین خود ساخته، روشهای خود ساخته. خیلی وقتا ما ممکنه بگیم ببین این تفکر آبای ماست، اجداد ما این کارو میکردن، ما هم این کارو میکنیم. آخه من این رو نمیگم، بلش کنیم. خود ساختن. خیلی ها در جهان امروز مرگ مسیح رو قبول دارن که بله مسیح بر صلیب مرد، اما با قیامش هیچ کاری ندارن، اصلا به هیچ وجه. یهودیان هم این کار رو کردن. در انجیل متی باب 28 وقتی که خبر میرسه مسیح از مردگان قیام کرده، سربازها را میخوان، بعد یه رشوه حسابی هم به سربازای رومی میدن، بهشون میگن که بگید ما وقتی که خوابیده بودیم شب آمدن شاگردانش دزدیدنش. و این هنوز هم ادامه داره بین یهود که شاگردان مسیح را دزدیدند و قایم کردن. اما اگر این شاگردان این کار رو کرده بودن، بعداً خواهیم پرداخت چطور به این جسارت رسیدن که رفتن بشارت را به همه جا رسانیدن. خیلی عجیبه وقتی شما به عمق مطلب نگاه میکنی و میبینی چطور به باورهای قدیمی خودشون باور دارن. حتی بعضیا باور دارن که خود مسیح نبود که بر صلیب شد، بلکه یکی دیگه جای مسیح شکل مسیح شد و رفت بر صلیب. اینم برای خودش یه باوره. من چه باوری رو باید پیدا بکنم؟ هیچ باوری نیست. اون چه که عیسی مسیح راجبش خیلی ساده و روشن واضح صحبت میکنه و با ما در میان میذاره. ما چطور میتوانیم بر ظواهر قضاوت نکنیم؟ بر ظواهر قضاوت. بعضی ظواهر رو میبینیم سریع چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم به قضاوت کردن. بعد میبینیم او برعکس اون چیزی که بود من فکرشو میکردم. من از اون عکس مریم بهتون گفتم.
اما آخرش میدونی چی شد؟ اون موقع ملا حسنی توی ارومیه امام جمعه ارومیه بود و یه مدت طولانی روزای شنبه هیچ روزنامه پیدا نمیشد. همه به خاطر خطبه های نماز جمعه ایشون روزنامه رو میخریدن. یک شنبه روزنامه ها نایاب بود به خاطر جوکایی که همیشه میگفت. دستور داد، گفت رنگ بزنید. دیوار رو رنگ زدن، عکسم محو شد. اما تفکرات از بین رفت. حالا پتروس تفکر تو چیه؟ پتروس تو باهاش صحبت میکردی و برگشت بهت گفت دور شو ای شیطان از من. حالا تو چی تفکر میکنی پتروس؟ چی شد؟ چی شد که به اینجا رسیدیم وقتی که مشاهده میکنیم در قسمت سوم شهادت دیگرانم را قبول ندارن؟ نمیدونم چند نفر شما شنیدید که گفتن مسیح زنده است؟ چند نفر شما اینو شنیدید؟ نه شنیدید؟ باور کردید؟ باور کردی الان اینجایی دیگه؟ شهادت رو قبول میکنی. بعضی شهادت ها حقایقی هستن که به ما ثابت شدن و اینجاست که این حقایق ثابت شده خیلی مهمه. ببینید رفتار شاگردان با زنان چیه؟ در انجیل لوقا باب 24 وقتی که زنان میان از سر قبر و به شاگردان میگن ما رفتیم سر قبر، بر حسب انتظار ما اونچه که انتظار میکشیدیم رخ نداد. سنگ قبر اونجا نبود که ما انتظار داشتیم اونجا باشه که برای ما بقلتانه. ما انتظار داشتیم که جسد مسیح در قبر باشه، قنوت رو اونجا برای مسیح انجام بدیم. ما اونجا انتظار داشتیم که نگهبانان مانع کارمون نشه. ما رفتیم دیدیم همه چیز به هم خورده، همه برنامه ها به هم ریخته. فرشته اونجا بود به جای نگهبانان، قبر خالی بود به جای جسد. و بعد خبر عجیبی رو ما شنیدیم. فرشتگان به ما گفتن شما زنده را در میان مردگان چرا می‌طلبید؟ خیلی عجیبه. زنده را در میان مردگان چرا می‌طلبید؟ عجیب از اینه که اینا باید این بشارت را میدادن، نه فرشته به اینا، چون قبلا بهشون گفته بود چه اتفاقی خواهد افتاد. برای همین شهادت ها رو قبول ندارن. ببینیم در برخورد با این زنان چیکار میکنن. در انجیل لوقا باب 24 هست آیه 10 و 11. انجیل لوقا باب 24 آیه 10 و 11 اینجوری میخوانیم: و مریم مجدلیه و یونا و مریم مادر یعقوب و دیگر رفقای ایشان بودند که رسولان را از این چیزا مطلع ساختند. لیکن سخنان زنان را چی پنداشتند؟ هذیان پنداشتند. بیچاره زنان سخنان زنان را هذیان پنداشتند. کی؟ شاگردان، آنهایی که 3.5 سال با مسیح بودن. و برای من خیلی عجیب بود، مخصوصا در مورد تومای رسول، وقتی که بهش خبر میدن که ما مسیح را دیدیم، آمد در میان ما ظاهر شد، ما لمسش کردیم، دیدیمش، با صحبت کردیم، سلام کرد، احوالپرسی کردیم و خیلی چیزای دیگه. بعد میگه اگه من انگشتمو نذارم روی زخماش نبینم باور نمی کنم. تا به این حد من نمیدونم، این نکته ها برای خود من خیلی جالب بود و عجیب، مخصوصا با زندگی امروز که داریم راجع بهش فکر میکنیم. مخصوصا یه چوب برداشتن، همه مذاهب رو با همون چوب میزنن، همه خداپرستان و خداباوران رو با چوب میزنن و البته بیشتر هم مسیحیت رو میزنن. ما صدامون در نمیاد، چون مسیح به ما گفته اگر طرف راست تو سیلی زدن طرف چکار کن؟ چپدم بگردن. اما متاسفانه به جایی که بزنن طرف راست میزنن طرف چپ. سیلی معمولا طرف چپ زده میشه. صدامون هم در نمیاد.
در حالی که حقایق اینجاست. اما بعضی رهروان بعضی کارها رو کردن که دیانت را زیر سوال بردن و امروز من و شما به عنوان مدل نمونه الان نگاه میکنیم به نمونه هایی که بعد از اینکه مطلب رو درک میکنند، حقایق را متوجه میشوند، تازه میفهمند از کی پیروی میکنند. وقتی که کلام را درک میکنند، وقتی که ما میخوانیم در انجیل متی باب 28، انجیل لوقا باب 24، انجیل یوحنا باب 20، قیام و بعد ملاقات عیسی مسیح، تازه کلام را میفهمند که مسیح حقیقتا باید از مردگان برمیخواست. مسیح باید برمیخواست، جزو قانون الهی بود که مسیح بمیرد، روز سوم از مردگان برخیزد. و اینجاست که وقتی که درک کردن، وقتی که فهمیدن عیسی مسیح از میان مردگان برخاسته، زندگی کاملا متغیر شد، رفتارها کاملا دیگرگون شد. و امروز ما با دیگرگونی رفتارها روبرو هستیم که چطور رفتارها تغییر میکنن. وقتی که ما میخوانیم در کلام خداوند، وقتی که شاگردان باور کردن عیسی مسیح از مردگان برخاسته، قبول کردن که او دیگر بعد از این زنده است و همواره با آنها است، زندگیشون کاملا تغییر کرد، رفتارشون کاملا متفاوت شد. و همین صحبت تومای رسول رو کردم. تومای رسول یکی از شاگردان مسیح که این شک رو به وجود آورد و ما میخوایم این شک رو هم به وجود بیاریم که بریم دنبال حقایق ایمانمون. این شک رو برای خودش به وجود آورد. هفته بعد که مسیح رو ملاقات کرد، قبل از اینکه مسیح سخنی بگوید به زانو افتاد و اونجا اعتراف کرد ایمان دارم تو خداوند منی. صلیب خود را برداشت، به خاورمیانه آمد. تومای رسول تا ارومیه اومده، چند تا کلیسا به نامش هم اونجا سر تپه‌های بلند و کوه درست کردن. از ارومیه رفت به هندوستان. در هندوستان در شهر مدرس تامیلنادو یک پارک خیلی وسیعی است که الان در اختیار کلیسای کاتولیکه. اونجا در حینی که زانو زده بود بعد از ظهر در دعا بود، از پشت سر با نیزه مسموم زدن و کشتنش. این آن مردی بود که حقایق را فهمید. این آن مردی بود که فهمید عیسی مسیح باید از مردگان برخیزد. هیچ کس حاضر نیست به خاطر مردی جان خود را چکار بکند؟ از دست بدهد. این حقایق را زنان فهمیدند. این حقایق را زنان درک کردند و شروع کردند به همراه شاگردان بشارت دادن، پیغام را به همه جا رسیدن. این حقایق را پتروس درک کرد. پتروس در کرد، شروع کرد به بشارت دادن. شما اگر کتاب اعمال رسولان باب 3 و 4 رو بخونید، باب 5 رو بخونید، تعجب خواهید کرد این مرد چگونه با چه جسارتی این چنین به یهودیانی که مسیح را مصلوب کردند انگشت کرد، گفت شما او را مصلوب کرده کشتید. شما او را مصلوب کرده کشتید. من یکی از سخنانش رو براتون بخونم. در این کتاب اعمال رسولان باب 4 میگیرنشون، تهدیدشون میکنن، یکم کتکشون میزنن. بعد از کتک زدن چیز عجیبی را از اینها میطلبن. در کتاب اعمال رسولان باب 4 از آیه 17 به بعد میفرماید لیکن تا بیشتر در میان قوم شون نیابد ایشان را سخت تهدید کنیم که دیگر با هیچ کس این اسم را به زبان نیاورد. سخت تهدیدشون کنیم. پس ایشان را خواسته قدغن کردند که هرگز نام عیسی را بر زبان نیاورند و تعلیم ندهند. حق ندارید دیگه شما به این نام صحبت کنید. بعد میفرماید اما در آیه 19 اما پتروس و یوحنا در جواب گفتند اگر نزد خدا
ثواب است که اطاعت شما را بر اطاعت خدا ترجیح دهیم حکم کنید. و این زیباترین آیه است، آیه 20 که می‌فرماید زیرا که ما را امکان آن نیست که آنچه دیده و شنیده ایم نگوییم. این حقایقی است که دیگه براشون روشن شده. و بعد پتروس در روم شروع میکنه به موعظه کردن و در زمان نرون قتل عام مسیحیان شروع میشه و پتروس هم جزو برنامه است. کلیسا التماس میکنه به پتروس، میگه شما از روم برو بیرون و مجبور میشه به خاطر التماس کلیسا از روم بره بیرون. از دروازه روم که خارج میشه میبینه مردی با صلیب بر دوش داره میاد. بعد نزدیکتر میشه میبینه که مسیحه. میگه کجا؟ میگه میرم آرونای روم. میگه چرا؟ میگه به خاطر تو که اونجا دوباره مصلوب بشم. پتروس برمیگرده میگه نه خداوند، اگر قرار من اونجا بمیرم پس میمیرم. وقتی که پتروس برمیگرده به آرونای روم، اونجا که هست وارد میشه، همه میستن از بهت و حیرت که اینجا چیکار میکنه. میگیرنش، یک فاصله خیلی 5 دقیقه پای پیاده که میخوای به اون منطقه برسی، بیشتر از 3 ساعت برای پتروس طول کشید با صلیبی که بر دوش پتروس نهادن تا بردنش برای مصلوب کردن. زمانی که میخواستم مصلوبش کنن گفت من لیاقت ندارم چون استادم مصلوب بشم. سر به پایین پا به بالا مصلوبش کردن و زیر سرش آتیش نهادن. اگر این را درک نکرده بود هیچ وقت اینجوری خود را فدا نمی‌کرد. میرسیم به ما که میخوایم مسیح را پیروی کنیم. وقتی که این کلام را داریم خیلی ساده و آشکارا در مورد آرام شما صحبت میکنیم، در مورد اینکه خداوند را پیروی کنیم همواره با ماست، در هر موقعیت، در هر فرصتی، در هر شرایطی در کنار ماست، با ما میماند و ما میتوانیم با اعتماد بر او چکار بکنیم؟ عمل کنیم. اون کاری که او میخواهد آن را بتوانیم چکار کنیم؟ انجام بدیم. ما که در اوین تحت بازجویی بودیم 3 نفر رو همزمان بازجویی میکردن. اتاق من اول بود، اتاق 2 دیگه اتاقای بعدی بودن. از اتاق بغلی این صدا را میشنیدم. 2 آخوند آورده بودن که این پسری که با من دستگیر شده بود مجابش بکنم مسیحیت اشتباه است و دوباره به اسلام رو بیاره، مسلمان بشه. بعد از بحثای خیلی زیاد تند که صداهاشون هم من میشیدم، این پسر چنان دلایلی می آورد راجع به ایمانش، راجع به حقایق در مسیحیت که من خودم اونا رو در دانشکده خونده بودم، نمی‌دونستم این کجا خونده این فرصت. و بعد بازجو اومد داخل به من گفت شما سر اینا چه بلایی آوردید؟ گفتم مگه چی؟ گفت شما اینا رو چجوری تعلیم دادید؟ ما با 2 آخوند نتونستیم جواب اینا رو بدیم. ما به اینا میگیم بچهای کتاب مقدسی. این کلام رو من از زبان بازجو شنیدم، بچهای کتاب مقدسی. تا داخل اوین بشارت داده شد، تا داخل اوین بازجوها بشارت رو شنیدن. ما تا داخل اوین کتاب انجیل، بخش از انجیل رو وارد اوین کردیم، تو داخل کتابخونه اوین است. این اون باوری است که شما وقتی که بهش اعتقاد پیدا میکنی باهاش زندگی میکنی. عزیزان، اطرافیان ما آیین ما را بر اساس رفتار ما قضاوت میکنن، نه بر اساس گفتار ما. برای ما که از مسیح پیروی میکنیم خیلی مهم است اشتباه این زنان را نکنیم.
این سنت ها را باید شکست. من نمیدونم این سنت از کجا وارد خیلی از جوامع شده که امروز متوفا رو خاک کردی، روز سوم باید بیایی سر خاکش. در بعضی جاها روز هفتم هم میرن، روز 15 هم میرن، بعد روز 40 هم میرن، سالم که به جای خود، بعد سالگردم میرن، سالگشتم میرن. کی گفته باید این کارو بکنی؟ اگه یکی بیا تغییرش بده چی؟ پوستشو میکنن، پوست ما رو کندن. آمدی گفتیم ما دیگه ما جمعه سر خاک نمیریم، طوفان برپا شد. وقتی که سنت رو ببینید، هیچ چیز را در باور خودتون سنت نکنید. باور بکنید که کلام خدا کلام زنده است و امروز عیسی زنده با ما سخن میگوید. امروز عیسی زنده با ماست. او خیلی ساده و خیلی صادقانه گفت که من شما را ترک نخواهم کرد. شما با من هستید، من با شما. شما در من هستید، من در شما و ما همه در پدر هستیم. ما خیلی راحت میتونیم این ارتباط رو انجام بدیم و امروز این واقعیت رو ما درک میکنیم که این عیسی مسیح بود که از مردگان زنده شد. در اورشلیم 2 قبر پیدا کردن، البته بیشتر دیگرم به خاطر تجارتشه، اما یکی از این قبرها که قبر حقیقی است نزدیک به جورجتا هست، جفتشون هم خالی هست. تنها قبرهای روی زمین هستن که خالی هست. خداوند در اونجا دیگر نیست، بلکه در ما زندگی میکند. و این زیباست که پولس میگوید دیگر من زندگی نمی کنم بلکه مسیح عیسی در من زندگی میکند. و الحال زندگی که در ایمان میکنم به عیسی مسیح است که در من زنده است. پدر آسمانی، متشکریم که تو زنده ای و از مردگان برخاستی و ما را از هر سنن، از هر تفکر غیر ایمانی دور کردی. متشکریم خداوند آسمان که میتوانیم خیلی آزادانه اعلام بکنیم تو از مردگان برخاستی و قیام تو نجات من را اطمینان بخشید. آمین. دعا میکنیم خداوندا ما را سالکان امین خود بگردان تا بتوانیم ای خداوند بر حسب اراده تو، اراده مقدس تو ای خداوند، از تو پیروی کنیم. به نام عیسی مسیح، آمین. 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 شکر.